سلام، به 13مین روز از تمرین سپاسگزاری خوش آمدید. اگر در رابطه‌ای پردغدغه درگیر هستید، اگر رابطه شما فرو پاشیده است، اگر قلبی شکسته دارید یا از کسی رنجیده اید و انسانی دیگر را سرزنش می کنید، می توانید این وضعیت را با احساس قدرشناسی تغییر دهید. سپاسگزاری کردن هر گونه رابطه ناهماهنگ را به شیوهی معجزه‌آسا بهبود می‌بخشد. وقتی رابطه‌ای پردغدغه داریم یا رابطه‌مان در موقعیتی دشوار قرار گرفته است، معمولاً فقط به سرزنش کردن طرف مقابلمان سرگرم می‌شویم. سرزنش کردن هرگز سبب نمی‌شود وضعیت رابطه و زندگیتان بهتر شود، بلکه وضعیت روابط و زندگیتان را بد و بدتر خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر رابطه شما پایان یافته است و به همین دلیل قلبی شکسته دارید یا اندوهگین هستید، بدانید که سپاسگزاری از خداوند هر گونه درد و رنج عاطفی را به شیوهی معجزه‌آسا و سریعتر از هر عامل دیگری بهبود می‌بخشد و به شادمانی تبدیل می‌کند. برای تمرین شگفت‌انگیز امروز، یکی از رابطه‌های پردغدغه، مشکل‌دار یا از هم گسسته خود را انتخاب کنید که می‌خواهید آن را بهبود ببخشید. به گذشته رابطه‌تان بیاندیشید و فهرستی را از ویژگی‌های مثبت آن شخص یا مزیت‌هایی که از این رابطه نصیبتان شده است بنویسید. بی تردید هر انسانی و هر رابطه‌ای ویژگی‌های خوب و مثبت هم دارد. این تمرین شگفت‌انگیز در این باره نیست که چه کسی حق دارد و چه کسی اشتباه می‌کند. شاید شخص انتخابی شما به شدت به شما آسیب رسانده است، اما در هر رابطه‌ای، حتی دشوارترین آنها، همیشه مزیت‌هایی هم وجود دارد. می توانید جملات خود را این گونه بیان کنید. نام شخص مورد نظر را بیان کنید، سپس بگویید از تو ممنونم، زیرا زمانی را با هم سپری کردیم و من نکته‌های زیادی از این رابطه آموختم و اکنون بسیار عاقل‌تر هستم. پس از نوشتن فهرستتان، احساسی بهتر و خوشایندتر نسبت به آن شخص و رابطه‌تان خواهید داشت.